جهان ما نیازمند امید هست. همه جا در اطراف خودمون عدم قطعیت‌ها رو می‌بینیم. افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی، بحران سلامت روان، خشونت خانوادگی، جنگ و شایعات جنگ و بی‌ثباتی و ترس. عیسی امید ما در جهانی نامشخص هست و ما می‌خوایم این امید رو با دیگران به اشتراک بذاریم. ما از هر کلیسای اسقفی در استرالیا دعوت می‌کنیم که از عید رستاخیز تا پنتیکاست در سال 2025 با هم متحد بشیم تا این امید رو اعلام کنیم. ما با فراهم کردن منابع و تشویق و ترغیب شما، موارد دعایی و آموزش‌ها، ویدیوهای آینده و راهنماهای چطور این کار رو انجام بدیم به شما کمک خواهیم کرد تا در این برنامه شرکت کنید. تصور کنید هر کلیسای اسقفی در هر شهر و هر روستا در هر جامعه همه در یک فصل برای اعلام امید در دنیای نامشخص ما تلاش کنند. ما می‌خوایم هر فرد در استرالیا امیدی که در عیسی داریم رو بشناسه. همونطور که امروز به یاد میاریم که خدا روح القدسش رو بر کلیسای اولیه ریخت، از او می‌خوایم روح خود رو دوباره بر ما بریزه و به ما قدرت بده تا شاهدین او در این جهان باشیم. آیا با ما همراه خواهید شد؟ پس امروز برای هوپ 25 ثبت نام